میگه نجیب شهید حرامزاده استی که تو کافر شهید میگوی. اون میگه خدا را در کنارا بیاد کنیم، تو ما میگه که فلانی شهیده. گاهی میزان سنجش مسلمانی را به دست خود میگیرند، یکی را مسلمان خوب و دیگری را مسلمان بد خطاب میکنند. اون در قرآن عظیم شان میفرماید ان الله علیم بذات صدور. فقط خداوند است که بر قلب ها وارد است و حاکم است و میفهمه که در دلها چی میگذرد. میفهم که اینا علیاذ بالله خود را در جای خدا قرار دادن و میگویند که آدم کافر است، او آدم مسلمان هست. برادر خداوند کرام الکاتبین در بالای شانه های ما در اینجا معذب ساخته، خوب بد ما را هر روز نوشته میکنه. خاتمه مستور است. این دنیا فانی است، ما به دنیای باقی می رویم و بحث بعد الموت ایمان داریم. در روز محشر وقت همه در روز قیامت به درگاه خداوند می ایستیم. اینی اعمال نامه ما در برابر ما قرار داده میشه. اونجاست که خداوند حکم می کند که کی مسلمان بوده است و کی کافر. باز به خصوص اونایی که خود را مسلمان تلقی می کنند، خود را در مقام فرعونی رساندن، شداد شدن، نمرود شدن و هر روز علیاذ بالله از مقام خداوند حکم صادر میکنن کی مسلمان است، کی کافر. میگه نجیب شهید حرامزاده استی که تو کافر شهید میگوی. اون میگه خدا را در کنارا بیاد کنیم، تو ما میگه که فلانی شهیده. گاهی میزان سنجش مسلمانی را به دست خود میگیرند، یکی را مسلمان خوب و دیگری را مسلمان بد خطاب میکنند. اون در قرآن عظیم شان میفرماید ان الله علیم بذات صدور. فقط خداوند است که بر قلب ها وارد است و حاکم است و میفهمه که در دلها چی میگذرد. میفهم که اینا علیاذ بالله خود